از کتاب فقه میسر، فقه آسان بیان که ما قرار گرفتیم در باب 15 در بیان نماز جنازه و احکام آن صحبت خواهیم کرد و این آخران موضوع ما در باب نمازها می باشد که ما قسمت نمازهای گوناگون رو از این کتاب گرفتیم. این آخران باب در بیان نماز جنازه می باشد. سپس داخل می شویم بر زکات. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، حمد و ثنا مخصوص پروردگار عالمیان است. او را سپاس و ستایش میگوییم، از او کمک و یاری میخواهیم و از او سبحانه و تعالی طلب آمرزش میطلبیم و به سوی او سبحانه و تعالی توبه میکنیم از بدیهای نفسهایمان و کارهای ناشایسته امان. به درستی که هر کسی را که الله سبحانه و تعالی هدایت کند کسی او را گمراه کرده نمیتواند و هر کی گمراهی را اختیار نماید کسی او را هدایت هم کرده نمیتواند. و گواهی میدهم که هیچ معبودی بجز الله نیست، تنهاست بدون شریک. و گواهی میدهم که محمد صلی الله علیه و سلم بنده و رسول اوست صلی الله علیه و سلم. پروردگارا، ما هیچ دانشی نداریم جز آن که تو بر ما آموخته ای. ای الله، ما را به آنچه که سودمند است بیاموز، و علم ما را بیشتر و زیاده بگردان و علم نیکوی برای ما عطا فرما. الباب الخامس عشر، باب 15 فی صلاة الجنازه، باب در بیان شناسایی بر نماز جنازه و احکام الجنازه و حکمهای جنازه. الجنائز جمع جنازه، جنائز جنازه ها جمع جنازه است. جنازه با فتح جیم، با فتح جیم به معنای میت، شخصی که مرده است می آید کلمه جنازه، و با کسر جیم باشد جنازه به معنای تابوت یا چیزی که میت رو بر آن میبردارند و با سوی قبرستان میبرند است. و به انسان شاید که همیشه مرگ و پایان عمر خود را به یاد بیارد، یعنی به انسان شایسته است و میباید که همیشه در فکر و یادی مرگ باشد و همیشه به یاد آن بگردد و برای آن تیاری و آمادگی بیند با عملهای صالح، انجام عملهای نیک، ذخیره برای آخرت خود، با توبه و استغفار از گناهان کرده اش و خود را رهایی بخشیدن از حقهای مردم. و سنت است که عیادت بیمار، هنگامی کسی بیمار می شود بر عیادت او رفتن به دیدار بیمار و یادرس کردن او به توبه و وصیت نمودن. اگر نشانه های مرگ در او ظاهر شوند، سنت است که به او کلمه لا اله الا الله را آهسته آهسته تلقین کرد و رویش به سمت قبله گردانیده شود. وقتی که انسان میمیرد سنت است که چشمان وی پوشانیده شود و از برای گرانیدن او شتاب کرد، از برای دفن نمودن او الله سبحانه و تعالی عاقبت ما را نیکو بگرداند. المسألة الاولى، مسئله اول، حکم غسل میت و طرز اجرای آن. این مسئله اول است. پس حکم غسل میت کسی که مرده است واجب است، زیرا پیامبر الله صلی الله علیه و سلم امر کردند، مانند احادیثی که درباره شخصی محرم که در احرام بود، در حج بود آمده است که شتر او را کشته بود، جقیده او را کشته بود. رسول الله فرمودند اغسلوه بماء و سدر، او را با آب و برگ سیدر بشویید. سیدر خوشبویی هست. این حدیث بخاری تحت رقم 1266 و مسلم تحت رقم 1206 روایت کردند. و درباره دخترش زینب رضی الله عنها فرمودند اغسلنها 3 او 5 او 7، او را 3 بار یا 5 بار یا 7 بار گفتن بشویید. روایت بخاری تحت رقم 1259 و مسلم تحت رقم 939. پس غسل نمودن میت مرده با اتفاق علماها فرض کفایی است، یعنی اگر گروه میت رو بشویند از سر دیگر کسا ساقط میگردد، دیگر کسا خلاصی مییابند از گناه. دوم، کیفیت الغسل، دوم ترتیب غسل. بدون برادر و خواهر گرامی، شخصی که میت رو میشوید، میت رو شستشو میکند، باید یک انسانی با انصاف باشد، انسانی باوریناک باشد و احکام غسل رو هم بفهمد و بداند. اگر میت پیش از مرگ کسی رو وصیت کرده باشد، پس همان وصیت کرده شده اولا هست که میت رو بشوید. بعد از دو نزدیکان مثل پدر، بابا، فرزند، اگر احکام شستن میت رو بدانند، اینها به عهده میگیرن شستن
احکام میت را. اگر ندانند، احکام غسل را نفهمند، دیگرانی را که این احکام را خوب درک می‌نمایند بگذارند تا دیگران بشویند و بدانید که مرد را باید مردان بشویند و زن را زنان و شوهر میتواند همسرش را بشوید و همسرش میتواند شوهرش را نیز بشوید و کودکانی که 7 ساله هستند به سن 7 رسیده‌اند، چی پسر و چی دختر، میتوانند مردانی که زنان آنها را بشویند، پدر یا که مادر. و برای شخص مسلمان روا نیست که کافر را بشوید یا جنازه اش را بردارد یا او را کفن کند یا نماز او را بخوانند، حتی اگر پدر و مادر هم باشد، و سوی الله سبحانه و تعالی از مرگ ناآگاهانه و مرگی که سبب بدبختی ما میگردد پناه میبریم. سپس پس آبی که به آن میت رو میشویند باید پاک و حلال و پاکیزه باشد و بدون که میت رو باید در جای پوشیده بشویند، جای محکم، از نگاه داشتن از شخصان بیگانه بدون حاجت ضرورت. حاضر شدن شخصان بیگانه بر مکانی که مرده را میشویند بدون حاجت و ضرورت بر آنها اجازه داده نشود. سپس میفرماید و صفت الغسل، صفت غسل، طرز غسل میت را بر بالای تخت میگذارند و عورت میت را میپوشانند. سپس لباسهایش را میکشند و او را از چشم مردم پنهان نگاه میدارند و سپس سرش را کمی بلند میکنند و هنگامی که سرش را کمی سنی بالا میبردارند بلند میکنند، بطن میت را، شکم میت را با دستان خود کمی تکان میدهند، میجوخند تا آن چیزی که باقی مانده است بیرون برآید، تازه شود و با آن پارچه متاعی که در دست دارد پس با آب آن دو مخرج را پاکیزه میکنند و سپس نیت غسل میت را کرده بسم الله میگویند و به مثل طهارت گرفتن میت را وضو میدهند. اما به جای آب که در دهان آب قرار بدهند و بینی وی فقط در دستان خود آب را تر کرده بر بینی وی دهان وی میشکند، میمالند، مست میکشند. سپس سر و ریش را، مرد باشد اگر ریشش را با آب سیدر و صابون میشویند، بعد طرف راست آن را، سپس طرف چپ آن را، یک پهلو کرده طرف راست سپس یک پهلو کرده طرف چپ آن را میشویند. با آن متاعی که در دست دارند آهسته میشکند. بهتر است که هنگام شستشو کردن میت دست را با متاع پیچاند یا دستبله میگیم، پرچتکا، چیزهایی که باشد. اگر به یک بار شستن پاک شود بسنده است و سنت است که 3 بار شسته شود، 3 بار آب ریخته شود و در شستشوی آخر باشد کمی کافور بر آب کافور اضافه کرده شود. کافور یک خوشبویی هست. بعدا میت را خوش میکنند، پاک میکنند و ناخنهایش را میگیرند، موی زیادتی را تازه میکنند و اگر که زن باشد موی زن میت را میبافند و در پشتش آوازان میکنند. این سنت است، در پشتش میگذارند. اما اگر غسل دادن میت ناممکن باشد، مثلا آب نیست یا جسد سوخته است، با خاک تیمم می‌دارند آن را و بهتر است که کسی که میت را میشوید خود غسل نماید.